بسم الله الرحمن الرحیم. صدقه های ابوبکر رضی الله تعالی عنه در راه خدا. امام طبرانی در مسندش از حضرت حسن ابن علی روایت می کند که گفت وقتا که ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیمار شد، به عایشه رضی الله عنها گفت: دخترم، اشتری که از او شیر می نوشیدیم و تغاره که در آن لباس شویی می کردیم و جامعی که او را می پوشیدیم، ما از آنها در حال فایده می بردیم که زمام راهبری مسلمانان در دست ما بود. وقتا که من از دنیا گذشتم، همه آنها را به عمر بسپار. وقتا که ابوبکر صدیق رضی الله عنه از دنیا گذشت، حضرت عایشه مادر مؤمنان همه آنها را به عمر رضی الله عنه روان کرد. عمر رضی الله عنه وقت آنها را دید گفت: بیشک می آمدگی ها بعد از خودت را خسته کردی، یعنی این پرهیزگاری و خاکساری که تو داشتی ای ابوبکر، بعد می آمدگی ها طاقت چنین پرهیزگاری و خاکساری را ندارند. از عمر ابن خطاب روایت است که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را امر کرد که در راه خدا صدقه کنیم و این امر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حالت راست آمد که من خیلی مالی بسیار داشتم و با خودم گفتم که اگرچه در یگان کاری خیر از ابوبکر پیش نبودم، اکنون امروز از او پیش خواهم شد. سپس نصف تمام مالهایم را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفت: آیا به اهل عائلت چیزی باقی ماندی؟ گفتم: بله، نصف مالم را خیر کردم و نصفش را به آنها باقی ماندم. سپس ابوبکر آمد و تمام پول و مالش را در نزد پیامبر گذاشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت: آیا برای اهل عائلت چیزی باقی ماندی؟ گفت: بله، خدا و رسولش را به آنها باقی ماندم، یعنی آنها را به خدا سپاریدم. حضرت عمر وقتا این حادثه را دید گفت: قسم به خدا که ابوبکر را به یگان عمل پیش گذاشته نمی شود، به روایت ابو داود و ترمذی، و گفت این حدیث حسن و صحیح است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.